صبحتان بخیر و پرفیض باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدواریم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما را در جریان خبرهای تازه بگذارد. ساعت به وقت پراگ 7 است و من شالوگل خوجا آماده هستم که نوگانی ها را برای شما بگویم، اما قبل از این نگاهی می‌افکنیم به وضع باد و هوا. در پراگ هوا امروز 28 نوامبر ابری است و روزانه تا 12 درجه گرم می شود. در مسکو پایتخت روسیه نیز هوا نامساعد است. پیش بینی می شود که حرارت در دوام روز تا 0 درجه پایین برود. در دوشنبه مرکز تاجیکستان هوا آفتابی خواهد بود. گرمی روزانه به 11 درجه می رسد. بر اثر سوختار در نویه بابا جان غفورов ولایت سوغد 3 نفر از جان باختند. حادثه روز 27 نوامبر در جماعتی به نام حیدر عثمان این ناحیه رخ داده است. عبدالرازق غفورов رئیس جماعتی به نام حیدر عثمان به رادیو آزادی گفت نورسان در نتیجه آتش گرفتن خانه به هلاکت رسیدند. غفورов افزود فعلا مقامات اداره آتش نشانی سببهای حادثه را معین میکنند. به گفته رئیس جماعت نورسان هلاک شده از 3 تا 5 سال دارند. همشون از یک عائله هستند، 2 پسر و 1 دختر، گفت عبدالرزاق غفورov. در همین حال یک منبع در نویه بابا جان غفورov به رادیو آزادی گفت سبب سوختاری که به هلاکت 3 نفر انجامید دود کردن تجهیزات برقی گرم‌دهی می باشد. هم صحبت ما افزود وقتی پدر کودکان در خانه را می‌گشاید خانه آتش گرفته کودکان متاسفانه می‌سوزند. دادگاه تیوری روسیه پرونده سمرالدین رجبов یک زاده تاجیکستان را به دلیل چند کمبود از جمله معین نبودن جای صادرشوی جنایت برای تحقیق دوباره به دادستانی فرستاده است. رجبов را به آن متهم میکنند که در گلگشت سویدنوی در نزد بینای رقم 1 مسکو به سوی ماموری میلیسا ظرف پلاستیکی را هوا داده است، در حالی که در این گلگشت خانه رقم 1 نیست. سمرالدین رجبов در جریان اعتراضهای تابستانی امسال در پایتخت روسیه دستگیر شد و به تهدید استفاده از زور متهم است. قبلا تفتیش شد رجبов را با 2 ماده کودکس جنایی بی‌ترتیبی‌های عمومی و استفاده از زور نسبت به نماینده حکومت ایبدار میکرد. دیرتر یکی از این ماده ها از پرونده بیرون شد. با وجود به دادستانی فرستادن پرونده سمرالدین رجبов او تا 27 دکبر در بازداشتگاه میماند. وکیلان دفاع او گفتند در مورد شرایط نگهداری این زاده تاجیکستان شکایت میکنند. رجبov 21 ساله که روز 2 آگوست امسال با حکم دادگاه به حبس گرفته شد در زندان ماتروسکای تیشینای مسکو نگاه داشته می شود. او در روسیه مکتب را ختم کرده به وی رسیده است و عین زمان شهروندی این کشور را دارد. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با سورونبوی جینبеков رئیس جمهور قرقیزستان مسائل مرزی را بررسی کرده است. ملاقات سران کشورها در حوزه اجلاس نوبتی شورای امنیت دست جمعی در بیشکک صورت گرفت. روز گذشته به قول دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن گفتگو با همتای قرقیزی خود تاکید داشته است که تاجیکستان با تکیه به پرینسیپ‌های دوستی و همجواری به مسئله توسعه و تحکیم همه جنبه‌های همگرایی با قرقیزستان اهمیت مخصوص می‌دهد. جانب همکاری کشورها را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، علمی تکنیکی و فرهنگی و گومانیتاری مورد بررسی قرار دادند. باید گفت که تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تاکنون 504 کیلومتر معین و علامت گذاری شده است. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت‌های باقی مانده مرز از جمله تکیه قرقیزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتر سال 1924 سال تأسیس تاجیکستان و قرقیزستان منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامتگذاری مرزهایشان دیگر 1 کیلومتر پیش نرفتند و بارهاست در منطقه‌های بحث‌طلب و نامعین ساکنان برای آب و چراگاه، راه و بازار، جنگ و دعوا و خونریزی کردند. منبع‌های انتظامی در عراق شام چهارشنبه 27 نوامبر از هجوم اعتراضگران عراقی به کنسولگری ایران در شهر نجف خبر دادند. با گزارش خبرگزاری ریترز منبع‌های امنیتی عراق میگویند اعتراضگران پس از وارد شدن به کنسولگری ایران در نجف تمام بنا را به آتش کشیدند. طبق این گزارش کارمندان کنسولگری ایران در نجف هنگام حادثه در این بنا حضور نداشتند و چند ساعت قبل آنجا را خالی کرده بودند. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی تلاش کردند
می‌خواهند با استفاده از گاز اشک‌آور و تیراندازی مانع حمله اعتراضگران به کنسولگری شوند. در این بین 2 نفر از اعتراضگران و حمله کنندگان به کنسولگری در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شدند. در پی این حادثه در شهر نجف مقررات سخت رفت و آمد جاری کرده شده است و مقامات این شهر اعلام کردند که روز پنجشنبه همه اداره‌های دولتی تعطیل می‌باشند. اعتراضگران عراقی پیش از این هم به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر کربلا حمله کرده بودند. آنها بر این باورند که نیمه نظامیان وابسته به ایران عامل سرکوب اعتراضهای سال گذشته بصره هستند. در این سرکوبی‌ها حدود 30 نفر کشته شده بود. اعتراضگران بصره کنسولگری ایران در این شهر را نیز به آتش کشیدند. خدمات مخصوص ایران 8 نفری را بازداشت کرد که در همکاری با اداره مرکزی اکتشافی آمریکا گمانبر می‌شوند. در این باره خبرگزاری رسمی ایران ایرنا اطلاع داد. تهران ادعا دارد که بازداشت شده‌ها زیر نقاب روزنامه‌نگاری شهروندی به جاسوسی مشغول بودند. آنها گویا درباره اعتراضهای جاری در ایران معلومات جمع‌آوری کرده به خارج می‌فرستادند. واشنگتن تا حال این خبر را شرح نداده است. اعتراضها 15 نوامبر یک بار در چندین شهر ایران آغاز شدند. به ناراضگی ساکنان بالروی نرخ بنزین تقریبا تا به 13 سنت برای 1 لیتر سبب شد. مقامات گفتند تنها با همین راه امکان حل مشکل‌های اقتصادی وجود دارد که در پی تحریم‌های آمریکا به میان آمده. سازمان بین‌المللی حامی حقوق امنستی اینترنشنال با استناد به شاهدان و فعالان ایرانی اطلاع داده است که در نتیجه پراکنده کردن تظاهرگران در بیش از 20 شهر ایران دست کم 106 کس کشته و نزدیک 1000 نفر بازداشت شدند. مقامات ایران این رقم ها را رد میکنند ولی شمار دقیق قربانیان را اعلام نمی‌دارند. در آلبانیا صدها خانواده شب دوم را در خیمه ها و ماشین ها سپری نمودند. زمین لرزه 26 نوامبر که در 30 کیلومتری شمال و غرب پایتخت آلبانیا شهر تیرانا به وقوع پیوست کمش 31 نفر را کشته و 650 تن دیگر را مجروح نموده است. روز 27 نوامبر گروه های نجاتی بیش از 10 کشور به عملیات نجات مردم از ویرانه های بناها شروع کردند. اکثر قربانی ها ساکنان شهر بندری دوریز و شهرک تومان می باشند. بسیاری از ساکنان از بازگشت به خانه هایشان خوف دارند. بعد زمین لرزه مرگباری سه‌شنبه برابر به 6.4 درجه ریختر با چندین زلزله خردتری هم به قید گرفته شده است. بمب کناری راه در ولایت کندوز 15 شخص ملکی از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند. بر علاوه به گفته منصبداران افغان اثنای برخورد ماشین با بمب 2 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ترکش در نویه خانوباد روز چهارشنبه به وقوع پیوسته. در نتیجه 8 کودک، 6 زن و 1 مرد کشته شدند. به قول والی ولایت کندوز عبدالجبار نعیمی افراد کشته شده عازم یک توی عروسی بودند. به گفته منصبداران افغان بمب را طالبان در کنار راه جای داده بودند. طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. اداره سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید از ماه ینور تا ماه سپتامبر سال روان در افغانستان 2563 نفر کشته و 5676 کسی دیگر جراحت برداشتند. داستان‌های قرغیز از دادگاه طلب کردند که یکی ده منصبداران سابق با جرم فساد به مدت‌های از 7.5 تا 17 سال زندانی شوند. روز 27 نوامبر داستان‌ها از دادگاه نویه سوردلوف شهر بیشکک تقاضا کردند که سروزیر سابق این کشور سفر ایساقов به مدت 15 سال و جانتورو ساتیبولدیف که از نزدیکان سابق پرزیدنت این کشور المسبک اوتانبویف به حساب می‌رود به مدت 11 سال و 3 ماه از آزادی محروم گردد. همین گونه داستان‌ها حبس طولانی سابق رئیس شرکت انرژتیکی، سابق وزیر مالیه و چندین منصبدار دیگر را طلب کردند. داستانی آنها را با رشوه‌ستانی در سال 2013 هنگام بازسازی پایگاه برقی و گرم‌دهی شهر بیشکک عیبدار می‌شمارد. دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه 2 مأمور پیشین خدمات گمرکی تاجیکستان را با گناه قاچاق مال از 6 تا 10 سال زندانی کرده است. شامل جان نباتوف و محمد نوزیموف ماه می امسال بعد تقریبا 2 هفته تنقیدهای رئیس جمهور از شیوه کاری ماموران خدمات گمرک دستگیر شده بودند. حکم آنها ماه اکتبر صادر شده است. دادگاه شهر دوشنبه روز 25 نوامبر شکایت پیوندان آنها را قانع نکرد و از حکم اول حمایت نمود. نزدیکان ماموران
کاربران محکوم شده خدمات گمرک گفتند حکم وزنین است و باید بازنگری شود. یک منبع آگاه از قضیه گفت این دو نفر به آن گناهکار شدند که گذاشتن یک ماشین پر از لباس را از ازبکستان ثبت نکردند. آنها در گذرگاه مرزی استرافشان در سرحد تاجیکستان و ازبکستان فعالیت داشتند. وکیل مدافع محمد نوزیموف دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با اتهام دست داشتن در این کار مقامات 6 نفر از جمله 3 کارمند خدمات گمرک، 2 راننده و 1 شهروند ازبکستان را دستگیر کرده بودند. دیرتر شهروند ازبکستان، 2 راننده و 1 کارمند خدمات گمرک با جریمه آزاد شدند. محمد نوزیموف و شامل جان نباتوف به زندان محکوم گردیدند در حالی که به ادعای پیوندانش 55,000 سومانی ضرری را که تفتیشات معین کرد پرداخته است. مساعدت به گذراندن مال از مرز به حجتگذاری گمرکی حالت یگانه در نظام گمرکی تاجیکستان نیست. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تابستان امسال در نشست خبری گفت پیشتر 3 ماشین از چین به تاجیکستان وارد شده اما کارمندان گمرک مالهای داخل آن را پوره حجتگذاری نکردند، کاری که به برکناری 3 مقام گمرک در ولایت مختار کوهستانی بدخشان انجامید. خدمات گمرک تاجیکستان در برابر کمیته اندازه یکی از نهادهای مهم برای پر کردن بودجه کشور است. کارشناسان میگویند هر قدر کار در این بخش شفاف صورت بگیرد همان اندازه بودجه فایده می‌بیند. ولی در 5 سال اخیر کم شدن درآمدهای گمرکی این نهاد را انگشت‌نما کرده است و در این مدت 2 دفعه رئیس خدمات را عوض نمودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باز از یک حالت کردکشی نابالغان را ثبت کرده است. بنا به معلومات این وزارت روز 26 نوامبر پسر بچه 15 ساله ساکن شهر خوجند که خواننده صنف 9 مکتب خصوصی بوده است در یکی از محله‌های این شهر با همسال خود مناقشه و زنی میکند و با کرد به شکمش میزند. در نتیجه نابالغ جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. این خبر در حال نشر می شود که طی 2 ماه این جانب در شهر دوشنبه کارمندان میلیسا با نام کرد رید مخصوص میگذرانند. در این مدت از جوانان و نابالغان 60 سلاح سرد به مثل کرد و کاستت، تپانچه گازی و دستچوب آهنی دریافت و مصادره شده است. باید گفت که در بین آنها 2 دختر نیز بودند که گفتند برای محافظت از خود سلاح سرد را میگردانند. و بینندگان عزیز، آنهایی که زیاد درباره کی به آخر رسیدن موسم تیرماهی دعوت به ارتش را میپرسید جواب میدیم که رسما معرکه جلب جوانان به خدمت فردا یعنی 30 نوامبر پس فردا 30 نوامبر انجام می‌یابد، یعنی 2 روز دیگر هست. موسم دعوت از 1 نوامبر آغاز شده بود. بعضی از مناطق تاجیکستان هنوز در روزهای نخستین معرکه نقشه را پوره اجرا کرده بودند، ولی در بعضی از شهرهای تاجیکستان تا چند روز پیش نقشه کامل نشده است و مثلا در منطقه کلوب که بنابر شکایت ساکنانش تا هنوز جوانان ابله شده و اجباراً به ارتش فرستاده می شوند. و حالا از قرب اسعار خارجی برای امروز میگویم که از سوی بانک ملی تعیین شده است $1 9 سومانی و 69 درم است، 1 یورو 10 سومانی و 67 درم و 1000 روبل روسی برابر به 151 سومانی و 30 درم. سپاس میگویم که ما را تا این لحظه تماشا کردید و من شما را در جریان روز باز منتظر میشوم با خبرهای تازه و گزارش‌های روز. امیدوارم ما را همین گونه چون روزهای قبلی همراهی خواهید کرد.